عیسی مسیح کیست؟ عیسی مسیح خارق‌العاده‌ترین شخص در تاریخ بشریت است. زندگی او به گونه‌ای در تاریخ تأثیر گذاشته است که هیچ کس تاکنون زندگی نکرده است. منظور من این است که حتی زمان نیز به قبل از میلاد و بعد از میلاد تقسیم شده است، یعنی تولد عیسی مسیح. پس چرا اینقدر مهم است که ما بدانیم و درک کنیم که عیسی مسیح کیست؟ برای فهمیدن معنای عیسی مسیح باید از اول شروع کرد، یعنی از اول زمان، وقتی که خداوند بشریت را آفرید. این کار را با این نیت انجام داد که زن و مرد از رابطه صمیمی با او برخوردار شوند. او همه این چیزهایی را که انسان‌های اولیه برای زندگی و شکوفایی در دنیای خود نیاز داشتند، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی فراهم کرد. انسان و خدا در هماهنگی کامل و در اجتماعی نزدیک زندگی می‌کردند. اما انسان تصمیم گرفت که این رابطه را با نافرمانی از خداوند قطع کند و از آنجا که انسان تصمیم گرفت که در برابر خداوند گناه کند، هر آنچه خداوند انجام داده بود به سرطانی آلوده شد، سرطانی به نام گناه. خداوند مقدس است و دی ان ای او تقدس است. او بدون گناه و بدون نقص است. خدا هرگز نمیتواند با مردم در شرایط گناه آلود و نفرین شده زندگی کند. برای گناه مردم باید قربانی پرداخت میشد. این باید یک قربانی کامل و مقدس باشد. قدوسیت خدا و گناه انسان هرگز بدون قربانی سازگار نخواهد بود. تنها راه ارتباط دوباره انسان و خدا از طریق پرداخت گناهان انسان بود. عیسی مسیح پسر خداوند این قربانی را پرداخت کرد. او به زمین آمد و مانند پدرش زندگی کامل و بدون گناه داشت و سپس جان خود را به عنوان قربانی گناه انسان تقدیم کرد. او برای گناهان من و تو بر روی صلیب کشیده شد. پس عیسی برای ما کیست؟ او فدای گناه شماست. او راه برای داشتن رابطه با خداوند است و این یک فرصتی است برای زندگی ابدی. کتاب مقدس میگوید که خداوند آنچنان زمین را محبت کرد که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود و حیات جاویدان داشته باشد. این چگونه در زندگی شما کار میکند؟ کتاب مقدس میگوید که اگر با دهان خود اعتراف کنید که عیسی مسیح خداوند است و در قلب خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهید یافت. حالا ای عزیزان، از شما سوال میکنم: آیا ایمان دارید که عیسی مسیح به خاطر گناهان شما قربانی شد؟ آیا امروز این کار را انجام خواهید داد؟